بینندگان عزیز، هر سال ماه فوریه در دایره چاره‌بینی‌های نوایی خوانی ترغیب و تشویق زندگی نامه و ایجادات حضرت نوایی به حکم عنعنه در آمده است. هر باره سخن از آداب و فرهنگ، محیط ادبی و فرهنگی نیمه دوم عصر 15 هیرات می رود. پیش نظرها دفعتاً سیمای دو ستاره درخشان، مجسمه با شکوه خرد و دانش، راهنمای معروف و مشهور ادبیات و فرهنگ آن دوره، زحمتکش و جانفدای خلق و ملت و شخصیت‌های ابد زنده مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی و امیر علیشیر نوایی که دومی به فارسی نیز شعر می گفته و از خود به فارسی دیوان فانی هم به میراث گذاشته است، پیش نظرها جلوه‌گر می شوند. O'zbek tojik xalqlarini do'stligi, hamjihatligi, birodarligi ildizi juda ham chuqur asrlarga borib taqaladi. Bu xalqlar ming yillar davomida yonma-yon yashab, yonma-yon qo'shni bo'lib, birodar bo'lib, et bilan tirnoqqa aylanib ketgan xalqlardan biri. O'zbek tojik xalqlarini birodarligi, do'stligi ko'p jihatlardan misol uchun olaylik. Xalqaro munosabatlar, tibbiyot, ta'lim, fan sohalarda chambarchas rivojlangan. Mana shu rivojlanishlarning orasida ayniqsa adabiy rivojlanish, o'zbek tojik xalqlarining adabiyot sohasidagi hamkorligi, birodarligi rivojlanishi, taraqqiyoti nihoyatda o'ziga xos. Bunday ikki xalqning hamkorlikdagi adabiyotini bitta adabiyotga aylanib rivojlanishi dunyoda kamdan kam bo'ladigan fenomenlardan biri. Mana Mavlono Abdurahmon Jomiy, Amir Alisher Navoiy ustoz shogirdligi. Bu ustoz shogirdlik o'sha davrdan buyon kelayotgan barcha ustozlarga va barcha shogirdlarga namuna ibrat bo'lib kelyapti. Bundan keyin ham o'zbek tojik xalqlarini adabiy hamkorligi juda chambarchas rivojlangan, bir-birini adabiyotini boyitgan bu xalqlar tarjimalar orqali. Balki mana shu tarjimalar orqali qo'shni adabiyotdagi eng ilg'or tendensiyalar, eng ilg'or adabiy usullar, uslublar, tasvir vositalari bir-biriga ko'chgan. Ya'niki bir-biridan adabiy nuqtai nazardan ham o'rgangan, o'zlashtirgan, ijodiy o'zlashtirgan va shuni natijasida o'zbek adabiyoti, bu yoqda tojik adabiyoti boyib bir-biri bilan yelkadosh bo'lib, ham qadam bo'lib, ham nafas bo'lib, o'sib rivojlanib kelgan. مولانا جامی در تشکل دادن ادبیات ملی همیشه خیرخواه نوایی بوده و شاگرد یاری عملی و معنوی میرساند. در شرایطی که ادیبان ترکیگوی تازه به عرصه ایجاد قدم می نهادند، توانایی نوایی را در این جاده از روی عقل سالم دیده توانستن مولانا جامی اقدام خیرخواهانه بود. امیر علیشیر اثرهایش را خواه به زبان چغتایی ازبکی باشد، خواه به زبان تاجیکی فارسی نخست به استاد میخواند و نظر استاد را میپرسید. درباره دوستی جامی و نوایی، یک رمز دوستی دو ملتی به هم دوست تاجیک و ازبک حرف زنم و گذشته از این درباره شاه و شاعر بزرگ ادبیات عصر میانگی ظهیرالدین محمد بابر نیز حرف زنم، چون که شاه بابر برای سوخیان بیگانه نیست، نزدیک 1 سال در سوخ زندگانی کرده است و من باید بگویم که درباره دوستی این دو ملت سراول درباره دوستی نوایی و جامی حرف زنم. واقعا هم پایدیوار دوستی این دو ملتی به هم دوست تاجیکان و ازبکان را نوایی و حضرت جامی گذاشتند و انا همین دوستی تا به امروز دوام کرده می آید. دیگر شاعر غزل سرای ازبک ظهیرالدین محمد بابر که من به واسطه درباره بابر یک شعر هم نوشتم، همین شعر را می خواهم قرائت بنمایم، چون که من چخیلی که در بالا گفتم برای سوخیان بیگانه نیست بابر و در سوخ نزدیک 1 سال زندگانی کرده است. در همین کتاب خودم شعری که با بابر نوشته بودم جای دادم و میخوام قرائت بنمایم. شاه بابر سوخ زمینده اون برای بولگن ایده
bemuhobo ahli suxning ko'nglini olgan edi. Boshiga kelganda kulfatlar, g'animlar dastidan sux ahli u bilan bir jon ila bir tan edi. Shoh Bobur Andijonda tug'ilib o'sgan bilan necha hushyorlik bilan Kobulni zabt etgan edi. U buyuk zot yodi sug'lik qalbida mangu yashar, chunki ahli sug' uchun farzand kabi dilband edi. Voqean ham dar sug' qarib 1 soat zindagoni karde است. ما امروز من همچون دیرکتور مکتب همین رو به سهمی شما رسانده میتوانم که درباره حیات و فعالیت شاه بابور، حضرت نوایی، عبدالرحمن جامی، دیگر نابغگان ادبیات تاجیک و ازبک ما پیوسته چاره‌بینی‌ها میگذرانیم. امروزها در مسکن‌های علم چاره‌بینی‌ها برگزار می‌گردد. اهل علم، شاعران و استادان عاید اثرهای بی‌زوال این ابرمردان بزرگ نوایی، جامی و همزمان شاه و شاعر بابور برآمد می‌نمایند. نام این شاعران در ادبیات شرق رمز دوستی خلقای تاجیک و ازبک میباشد. در دانشگاه ما بخش بازاردروز علیشیر نوایی، ظهیرالدین محمدی بابر چاره‌بینی‌های زیاد گذرانده می شود و در دوام این چاره‌بینی‌ها دانشجویان ما البته فعال اشتراک میکنند و هر وقتی که ما درباره نوایی سخن میرانیم به واسطه جامعه را هم نامبر کرده میگذاریم، زیرا دوستی خلقای ازبک تاجیک هم از همان دور آغاز می‌یابد، یا که جامعه نوایی این تمثال درخشانترین دوستی بین خلق است. البته در تدبیرها دانشجویان ما هم اشتراک میکنند در شب‌های شعرخوانی یا که نوایی خوانی و جام خوانی ها. غیر از این در نزد فاکولتت که ما مرکزی دوستی داریم و یکی از مقصدهایی که مرکزی دوستی به نزد خود گذاشته است این ترغیب نبودن سیاست عاقلانه سروری مملکت و دوستی بین خلق‌ها، یا که عموما در یک منطقه در یک مملکت خوش و خرسندانه برابر حقوق زندگی کردن خلق است و از همین سبب هر گونه تدبیرهایی که عموما به دوستی خلق‌ها وابسته هستند در همین جا گذرانده می‌شوند و دانشجویان ما البته فعال اشتراک می‌کنند. دانشجویان اثرهای نوایی، جامی و بابور را مطالعه می‌کنند. درسی سبق می‌آموزند، زیرا هر یک اثر این بزرگان در موضوع علم و ادب، انسان پروری، دوستی بوده. اثرهاست که مضمون و ماهیتش باز هم بالاتر می رود. در تربیه نسل نورس رول مهم می بازد. وقتی که ما درباره عبدالرحمن جامی و علیشیر نوایی سخن می روانیم، در نزد چشمان ما دو خلق، یعنی که دوستش، مدنیتش یا که انعنه‌های اینا هم به چشمان ما، به نزد چشمان ما می آید. یعنی درسی خلق ازبک و خلق تاجیک را چقدر دوستی، مهربانی، محبت خودش آشکار میکند. درسین ما میدانیم عبدالرحمن جامی استادی علیشیر نوایی می باشد، استادی کلانی و تربیت تعلیم دادگی در علیشیر نوایی و با همسه نویسن خمسه هم یاری رساندگی می باشد. همزمان باز یک نشست ادبی نشان دهنده دوستی خلقها و ادیبان به عمل آمد. در اتفاق نویسندگان ازبکستان جلسه ثاباتی سالانه بخشیده به جنبست فعالیت شورای ادبیات تاجیک در سال 2025 برگزار شد. در جلسه با آثار نثری و شعری که در دوام سال 2025 به زبان تاجیکی چاپ شده است توجه ظاهر گردید. در جمع آمد یک گروه ایجادکاران، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و دوستداران ادبیات شرکت ورزیدند. باید گفت که در ازبکستان در سالهای آخر ادبیات پیش می رود، هم در نثر، هم در نظم و هم در ترجمه بدیعی بسیار کارهای ماندگار به انجام می رسند که نتیجه خود را خواهند داد و نشان می دهد که مردم تاجیک در ازبکستان در برابر دیگر خلق‌ها ادبیات خود را تکمیل می دهند و در آثار خود موضوعهای وطن و وطن دوستی، وطنداری، حرمت پدر و مادر، ترغیب دوستی، ترغیب همدیگر فهمی و همدلی بیان کرده، یعنی افاده کرده می شود و آثار آنها
نه تنها در ازبکستان بلکه در دیگر جایها مثلا در تاجیکستان، در ایران و دیگر مناطق به نشر میرسند و گفتن ممکن است که سهم ادیبان تاجیک در ترغیب و تشویق ادبیات ازبک نیز چشمرس است. مثلا در سال 2025 رمان روزگار گذشته عبدالله قادری که یکی از اثرهای ماندگار در ادبیات معاصر ازبک به شمار می رود به زبان فارسی ترجمه و نشر گردید و معلوم است که عبدالله قادری همچون اساسگذار رمان در ادبیات معاصر ازبک اعتراف شده است و آثار او در بین دیگر خلق‌ها هم ترغیب و تشویق کرده می شود و همین چیز را به نوبت گرفته نویسنده و ترجمان با مهارت اعضای اتفاق نویسندگان ازبکستان یونس امام نظر این اثر را به فارسی برگردان کرده بود که امروز این کتاب به نشر رسیده دسترس خوانندگان گردیده است. در داوم سال گذشته در ازبکستان زیاده از 60 نفر شاعر و نویسنده اشعار و مواد نثری خود را به تب رساندند. آثار اتکر هاشیموف از سوی نصیبه زین‌الدینова به تاجیکی ترجمه و چاپ شد. من از نمایندگان حوزه ادبیات تاجیکی ازبکستان نهایت منتدار هستم و خوشبختم که بسیار درباره ترجمه های خود من از همین وکیلان حوزه ادبیات تاجیکی ازبکستان نه فقط مصلحت بلکه فکرهای نسبت به ترجمه فکرهای مفید رو ایجابی رو بسیار گرفتم به خود و بسیارتر شوقم افزود و به خودم باوریم زیاد شد، چون که اثرهای اتکر هاشیموف که یکی از استعدادهای خداداد ازبکستان به حساب می روند و نهایت در سالهای 70-80 عصر گذشته مشهور بودند، کتابهایشون دست به دست می شد. ترجمه این خیل اثرها نه به هر کس میسر می گردد و فکر من و من نهایت از تقدیر از قسمت منت دارم که همین چیز به من نصیب کرد. من مکتب تاجیکی رو ختم کردم و زبان صدرالدین عینی و ساتم الغزاده و فضلالدین محمدی ما همین اثرهای همین وقتی به وای رسیدیم و اساساً برای آنکه زبان اتکر هاشیموف زبان خلقی است و من ترجمه آنقدر وزن نشد و من با شوق و ذوق کتاب‌ها رو روی دنیا آوردم. البته این از دریا قطره می باشد. من حالا درباره ترجمه اثرهای شکرخال میرزایف که نهایت دوستش می داشتم و عادل یعقوب و پرمکل قادر و ترجمه همین اثرها را دارم. اثرهای بهترین زبان ازبکی می خواهم که خوانندگان تاجیک نیز بهره مند شوند. در سال 2025 شورای ادبیات تاجیک یک جای با سازمان‌های فرهنگی و محفل‌های ادبی یکچند چاره‌بینی فرهنگی و ادبی و معرفتی را برگزار نمودند. بغیر از این قصه و حکایه‌های شکرخال میرزایف در ترجمه شریف خلیل به نشر آماده شده است که امید است سال جاری به نشر رسد، چون به نقشه گرفته شد. همچنین در سال جاری بسیار کارهای ماندگار باید انجام شوند که در جلسه در این باره سخن رفت و اون نقشه به نوبت گرفته شدند و بغیر از این بسیار ادیبان فکر و ملاحظه‌های خود را تکلیف‌های خود را پیشنهاد کردند که برای پیشرفت کار شورای ادبیات تاجیک مساعدت خواهد کرد. اینچنین در دوام سال ادیبان ما در کنفرانس‌های گوناگون علمی، چاره‌بینی‌های ادبی، واخوری‌های ایجادی، میزهای مدور بخشیده بر رشد رابطه‌های ادبی و مستحکم نمودن وحدت بین ملت‌ها فعالانه اشتراک نمودند. من از آن خرسند شدم که یک ایده کتاب‌های به نشر رسیدن که به واسطه در سال 2025 آن ترجمه شده و به انجام رسیده است و من باز از آن خیلی هم شاد و ممنونم که در اتفاق نویسندگان جمهوری ازبکستان برای رشد و تکامل و هم پیشرفت ادبیات تاجیک خیلی هم شرایط خوب فراهم آورده شده است و
ما از نتیجه کارهایی که انجام داده شده است این را درک کردیم، احساس نمودیم. من فکر میکنم که بعداً هم برای باز هم رشد و رواج ادبیات تاجیک و حوزه ادبی تاجیکان ازبکستان خیلی هم پیشرفت‌های زیاد خواهد کرد و برای این همه شرایط موجود است و ما در اینجا بعضی تکلیف و درخواست و پیشنهادهای خود هم ارائه کردیم که این مقامات اتفاق نویسندگان آن را بر عهده گرفتن و از پی اجرای آن خواهند شد و در آن حال باز هم شورای ادبیات تاجیک هم برای به انجام رسانیدن یک ایده کارهایی که طرح ریزی نموده است به نقشه گرفته است، باز هم امکانیت‌های بیشتر برای آن پیدا می شود و ما امیدواریم که در سال 2026 اون نقشه های نیز عملی خواهند شد که به واسطه ریاست شورا برنامه ریزی کرده است. همینطور توجه به ادبیات تاجیک در ازبکستان نظر رسد. رشته دوستی خلقایمان و ادبیاتمان که از جامی و نوایی ابتدا میگیرد امروز باز هم وسعت می‌یابد. تاجیکستان اوغلیدر من ازبکیم گفتا پسر راست گویم هر کدام sevgilim در جان قدر آندی بیسم براوین بیتسی من گپ پدر هم که دو چشمی سیاه هم iki خلقم معتبر مهر یادش در وجودم پرلگن شمس و قمر از قدیم تاجیک ازبک ات bilen tırnak yürür Kan qarindoshlik shiorish qo'lida bayroq yurur Bir-birini mehmonga chorlab yo'lida mushtoq yurur Toqati hijron nadorat vasliga chanqoq yurur Ushbu do'stlik har qadamda birgusi fathu zafar Ba charavi do'sti porloq ko'rarman yo'llaring Ham qadam hamdam sarafroz anglagayman ellaring Man zaboni modari guftam ularning tillaring Ne uchun kim doimo vobasta binam dillaring Kuylasam vasfin tilimde tomgusi shahdu shakar Ta ki başımda quyosh porlar labinat hiç zavol Paxtakorlik bobida ahli jahon ra saqlol İki tilda so'zlaguvchi bir ilm yobad kamol
خدمتش را از دل و جان می کند علم جمال جور بیگم بختیار در لحظه شادیت سه اگر خدمتش را از دل و جان می کند علم جمال جور بیگم بختیار در لحظه شادیت سه اگر